این بود با سوالاتی که مطرح می‌فرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت همه برای بچه‌های خوب رسانه، قشر زحمتکش و بی منافع. ایشالله که این سه امتیاز داماش به کامشون شیرین باشه. ایشالله در خدمتی. به نظر آمدی خسته نباشید. شاید حضورتون بعد از فکر کنم 6 سال در استادیوم عزودی در همین سالن کنفرانس آخرین بار شما خاطرات خوبی رو اینجا داشتید. چه پیامی رو دارید برای هوادارتون در آینده؟ والا خوشحالم از اینکه بعد از وقفه 10 ساله که کنار داماش نبودم، تقریبا از اول سال 93 مجدد به جایی برگشتم که تو دوران بازیگریم خاطرات تلخ و شیرین زیادی رو با اون تیم داشتم. ما با همین تیم صعود به لیگ برتر رو داشتیم، با همین تیم نایب قهرمان جام حذفی کشور شدیم. بارها شاهد خوشحالی هواداران این استادیوم بودیم. خوشحالم که بعد از 10 سال دوباره برگشتم به اون جایی که متعلق به اونجا بودم. امیدوارم که توی زمانی که در خدمت باشگاه داماش هستیم با افتخار بتونیم منشأ خیر باشیم و بتونیم هوادارانمون رو با نتایج قابل قبول و دفاع خوشحال بکنیم. انشالله که در ادامه روزهای خوبی رو شاهد باشیم برای داماش. یا خسته نباشید. تبریک میگم اول پیروزی شما و اولین بازی که اومدین پیروز شدیم. اما تا الان پیروز نشده، با شانس امروز گرفته. امروز نیمه دوم قبول داریم که اول بازی خیلی بد بازی کرد. دقیقه 60-65 خیلی بد بازی کرد. بعدی که گل دوم خورد تو فاز حمله عالی بودیم. اون کار کردیم، 2 گل ما زدیم، 3 گل زدیم، بازی رو بردیم. ولی هنوزم دفاع و گل ما اون ساختار خوب تیمی رو نداره. ولی تو امروز تو حمله خوب بودیم ولی تو دفاع خیلی ضعیف بودیم. نظر شما در این مورد چیه؟ ببینید، ما بین دو نیمه به گوهای کسایی که بین دو نیمه بودن به بازیکن‌ها گوشزد کردیم که تنها راهی که ممکنه از تیم حریف گل بخوریم ضربات ایستگاهی. ما تو بازی که داشتیم امروز دستمون از هر لحاظی خالی بود. ما تو پیشانی خط حمله‌مون بازیکنانی که از آبراژ قدی بلندی بودن، رضا فرمتی و امید فرغنبر، دوتا رو به دلیل سرماخوردگی شدید و مصدومیت از ناحیه کمر نداشتیم. آزاد جعفرزاده رو دقیقه 90 از ترکیب بیرون آوردیم به دلیل آنفولانزای شدیدی که داشت. انتظار میرفت از تیمی که انتهای جدول حضور داره و گل اول رو دریافت بخواد بکنه شرایط روحیش دوباره به هم برسه. خوشحالم از این بابت که زمانی که گل دوم رو خوردیم و بازی رو باختیم، کادر فنی خودش رو نباخت و با تدابیر و استراتژی که توی زمین تغییراتی رو داشت، بازیکن‌ها خود این باور رو داشتن که این بازی رو نمی‌بازن و این باور و این ایمان تو طول هفته به بدنه تیم تزریق شد و ما کتمان نمی‌کنیم. مشکلاتی رو توی تیم داریم و من فکر می‌کنم که شما به عنوان رسانه با تجربه و پیشکسوت رسانه گیلان این انتظار از من ندارید که توی 4 روز بتونم همه شرایط و ساختار تیم داماش رو تغییر بدم. اصلی ترین وظیفه من به عنوان مسئول اول فنی این تیم برگردوندن روحیه خراب شده و شرایط بحرانی تیم داماش بود که من فکر میکنم که با کمک بازیکن‌ها و البته با حمایت جانانه هوادارا تا پایان 90 دقیقه تونستیم که اولین پیروزی رو برای داماش رقم بزنیم. ما بسیار سخت به این موفقیت و این پیروزی و این 3 امتیاز نیاز داشتیم تا مجدد به جدول لیگ دست اول برگردیم. امیدوارم بعد از پایان هفته 12 اثرگذاری کادر فنی جدید توی تیم داماش به بهترین نحو انجام میشه و این بازه زمانی باید در اختیار ما
یعنی تو شما تو شناختی که با تعویضای خوب تونستیم بازی رو جمع کنیم ببریم. آقای نظر محمدی خسته نباشید. من سوالم، حالا بچه‌ها زحمت کشیدن سوال فنی پرسیدن. سوال بنده این هستش که امروز شایعه پیرامون تیم بود که کادر فنی درخواست کرده که بازی به صورت زنده از رسانه‌های مختلف پخش بشه. آیا کادر فنی بوده یا بود رسانه‌ای باشگاه یا خود باشگاه تصمیم بر این موضوع داشته؟ بله مدیریت باشگاه، کل مجموعه باشگاه تصمیم گرفتن که این بازی پخش مستقیم نشه. هم از رسانه باشگاه پخش نکردیم، اما به صورت آرشیوی در ضبط انجام شد و در اختیار، حالا اگه جایی نیاز باشه در اختیارشون قرار میگیریم و یا اینکه علی آقا اگه بخوان در اختیارشون قرار میدیم برای آنالیز و بقیه کار. مدیریت باشگاه، مجموعه باشگاه امروز این درخواست رو داشتن که این بازی به صورت زنده پخش نشه، به صورت آرشیوی هستش. فقط یه نکته رو من یادآوری کنم، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم از سوی کمیته انضباطی داماش این بازی از بودن هوادار محروم بود و این بازی تعلیقی هوادار و اواسط هفته بود که هیئت فوتبال استان به گواه آقای وهابی ریاست محترم آقای الماساله نظر بنده رو پرسیدن که اگر شما تمایل به حضور هوادار دارید ما میتونیم، این توانایی وجود داره که هوادار و کمیته انضباطی صراحتاً با قدرت گفتم که برای موفقیت این بازی من به حضور هوادار نیاز دارم. علی نظر محمدی همه میدونن چهره رسانه‌ایه و هیچ وقت از بودن رسانه، پخش بازی، حضور هوادار هیچ وقت ممانعت نمیکنه. به هر حال همونجوری که آقای حقدادی مدیر رسانه فرمودن، این یه تصمیم مدیریتی بوده که من نمیتونم دخل تصرف داشته باشم. ممنونم از شما. مرسی بچه، سوال نداریم. مرسی آقای نظر محمدی. ممنونم. موفق